همین سلسله مشق‌های روانی که ما میکنیم در داخل همین مشق‌های روانی البته هست که ما میدونیم که کیهان به صاحب نیست. مانند که ما و شما خوش داریم، این خوشی که روزی مرا گوش کردستی، همین خوشی که روزی مرا گوش کردستی بعضی حالتی که پریشان میشه و میگریزه که اینکه جا میره و که باز میبیوریش با اشتباه خوش آوردن در کار یادگیری و هوش خود کار کردن. یعنی وقتی که شما دقت میتید میبینید که هوش شما رنگ همین چی برین پرواز میکرده است. هر جایی که شما فکر میکنید هوش شما در همونجا میره. پس از این برمیگوید که ما و شما در همین مسئله کار کنیم که هوش چخیل ما در جاش بمونیم. جای هوش بین معینه سرای. یاد گیری داریم. جای هوش بین معینه سرای. علمای امروزه میگن که در اونجا یک تا غدود هست، ششکوید ژلیزش میگن. بعضی علما میگن که در همون جای اگر همین ششکوید ژلیزه ما که در بین معینه سر است کمتر قسم پیشتر، اگر میگه همین با کار در آید آدم مشکلات در سلامتی نمیکنه. بسیار خواهشات، بسیار اون چیزهایی که میخواه عملی شدن میگیرن. این کارهای دیگر است، موضوع دیگر است، لیکن بدونه که ما و شما در هم مشق‌های روانی یک جامعه فرهنگی تاجیکی پوشاندگیم. ما و شما میدونیم که یکم و هم پنجه که نگاه کردیم در اوج خطای گوناگونه در نظر بعضی نقش نگاری می شود. در بعضی ها مثلا وای معنا داره. شما میدونید که بعضی آدم ها هستن کفشناس هستن، یک علم هم هست. حتی که مثلا در انگلیا ما و شما میدونیم ارتور کونان دویل کتابی هم خودش در شرلوک هولمز همونجا در همین یکم بار درباره نوگی انگشتان می نویسه که از هر کس هر خیلی. یعنی بعد پیدا می شود که روزی اتپچتکا پالیس میگن که از حسابی همین ایزی یعنی همه انگشتت در جوی همین دست کرده باشه معین میکنن که تو همونجا بوده یا همین چیز قپیده یا نخپیده. یعنی که همون چیزی که مثلا در سمت جنایت هست. و ما و شما میدونیم که یک اون کف دست با کف دست دیگری ایمان شباهت ندارد. ما میدونیم که در تمام کنفسیه های دینی دست به سوی آسمان میبردارند. یعنی که انسان ضعیفی خودش در نزد همین کیهان بزرگ حس میکنه. مانند ما و شما هوش داریم، کیهان هم هوش دارد. اگر بدن ما از یک اتم مثلا از اتم ها عبارت باشد، یک اتم ما مانندی که سیاره هایی است که در گرد آفتاب چرخ میزنند. یعنی که مانندی یک اتم که 300,000 مراتبه ما خورد میکنه و گویم که سیستم آفتابی را مانند میشه. گویم که با همه اتم ما شاید بسیارتر همین ما اگر اتم عبارت باشیم، همین کیهان هم ساختار خودش دارد. ساختار کیهان یه حجره هست، یادرو داره که ما در مثلا دین عرش میگوییم، کمپلکس گولجی داره در اوج ما بهشت میگوییم که یعنی که همه غذا و خوراک‌ها در اون وکولاها جمع میشن. میتخوندری داره که در اوج خوراک خورده ما سوخته میشود. ما این البته در چی کیهان دوزخ میگوییم. ما میدونیم که این بعضی وقت کمیته ها میروند میگویند، ما این ایرنکه ها میگوییم، یعنی که خبر از یادروی حجره و مثلا دیگر عضوها میبرند. اون من یک شباهت بین کیهان و آدم هست. برای میگه که خداوند در سیمای آدم تمام آفریده‌اش نشان داده است. تمام آفرینش کردگی است در سیمای یک آدم نشان داده است. برای همین آدم مقامش بلنده. برای همین میگن که نقل میکنن که تمام بدن بابای آدم اگر فرشته ها ساختن، مغز سر آدم بابای آدم ما را خداوند ساخت. برای همین شما به ها بودید که اگر معینه سر شما
با شما رام شود، آن وقت شما برد میکنه صاحب خودتان میشه. اگر معاینه سر شما بر ضد شما بروید، آن وقت آدم کسل میشه. بعضی اولاد بعضی کارهای میکنیم که سبب آن میشه که معاینه سر ما چی؟ معاینه سر ما ضد ما میبره. یا بی‌عدالتی میکنیم، یا خودمان عذاب میدیم، یا مشکلات دیگری ایجاد میکنیم که معاینه ما یعنی که ضد ما میخیزه و کارهای میکنه، داروهای میبره یا که داروهاش کم میکنه که سبب کسل شدن آدم میشه. مثال یادی میگیریم، یک تا لیپاتروپ نگرمان هست، وظیفش روغن خوراکه را جابجا کردن است. همین گرمان اگر مشکلی کنن آدم فربه شدن میگیرد، یا که مثلا حاصلی بسیار شود آدم خراب شدن میگیرد. تصور کنید از یک گرمانی که در معاینه سر مثلا حاصل میشه، یعنی این کاری کی بوده است؟ کاری معاینه سر بوده است. معاینه سر اگر بخواه هر پرابلمی که در پیش ما مانده میشه و حل میکنه. در نتیجه چی؟ در نتیجه آموزش. یکی این سبب صحت شدن ما و شما همینه که ما و شما اینجا آموزش میگیریم، درباره سلامتی خود معلومات میگیریم، خودمون میشناسیم که ما کی چیکار کنیم که ما خودمون دیگرگون کنیم. پس از این برمیگه که شما کمتر چیکار کنید، کمتر در این مسئله دقت بی‌پروا نباشید. انا برای همین ما از اون چیزی که با ما شده است ما میدونیم دینکه داریم، تقدیر داریم. ما تقدیر ما راضیم، رضایت میگیریم. میگن تو با تقدیر رضا شدی، خدا از تو رضا میشه. البته ما میخواهیم که در مد نظر کیهان باشیم، شعور کیهان، کیهان بیکنار هم شعور دارد، هوش دارد. اما هوش ما میتونیم بگیم که خداوند است. مانند هوش ما و شما. آیا هوش ما و شما و یگان چی تحلیل کرده و داشته و پژوهش کافتکا و تحلیل میشه؟ نه. ما میدونیم که هوش هست و اپاراتور میفهمیم هست، یکی نمیدانیمش از چی عبارت است. برای امروز میگن که هوش معصومی نه، اما همون اسکوستن اینتلکت هوش ندارد و با الگوریتم کار میکنه و این دانش با این دانش آورده یک دانش به ما و شما پیشنهاد میکنه. برای این پورا هم مثلا بوده شدن با اون که پورا 100% عمل میدوند نه. تمام دانش انسان امروز دارد در همون عقل صنعی هست. شما میتونید پرسید بسیار چیزی که درست و کتاب های قدر نوشتگی و علما کار کردگی همش در او هست. تصور کنید و کار ما و شما را آسان کرد. وقتی ما کار میکنیم نمیریم کتاب خوابیم وقت میدوند از کدام کتاب چی کدام صحیفه را کنتکست را بیرد ما را پیشنهاد کرد. برای همین شما بدونید که ما یک فرهنگ تاجیکانه ماندگی هستیم. ما پناه میتابیم، بانان شور کیهان سر میکنیم، ما نیتی شفا داریم و ما خوشمون را در بین معاینه سر میمانیم. خوش خود ما در بین معاینه سر میمانیم، آرام میشیم. خوش که در بین معاینه سر رسیدیم مانند دیانه که شاه در همون قصر خوده. قصر شما معاینه سر شماست، در بین معاینه سر باشید. 4 تا مصلحتی داره، این نفس های، این احساس های، توجیکا دلش میگن، این عقل های و این وجدان های. همین 4 تا مصلحتی در گردی خوش ما و شما هست. کدام خوش، کدامش بسیارتر گوش میکنن. همه هوش یک تجده میل دارد. ما علما را میبینیم که معلما را میبینیم که در چی؟ در عقل بیشتر چی میکنن؟ تکیه میکنن. برای این تبوات هم بیان به معلم آسان است کار کردن. برای که باید منطق دارد. منطق یعنی که تو یک چیز میگو و معنی سر سوختن میگیره. با همون سمت سلامتی میرن. آدمایی رو ما میبینیم که میل احساس دارن. بیشتر فراغت، راحت، یا که جنجال، یا که خفگی یک مناسبت های احساسی را با دیگر میسازن. هستن همه خیلی آدم. هستن همه خیلی آدم. آدم های بدهی یعنی ایجاد میکنن خداش استنیتی. هستن آدم هایی که
بیشتر و چی مایلی چی دارن؟ مایلی مثلا نفسی دارن، حلاوت دنیا را دوست می‌دارن، کار را نظم می‌بینن، مشق را نظم می‌بینن، ورزش را نظم می‌بینن. اون چیزهایی که حرکت و تن و جسم و نیرو سر و کار دارن همون رو بیشتر میکنن، اجرا میکنن. مثلا خوراکی با مزه را نظم می‌بینن. لیکن معنا نداره که آدم عقلی مثلا بیشتر چی باشد؟ که فقط عقل بدونه. نفسش هم هست لیکن مایل هوشش بیشتر به عقل است. این آدم‌ها هستن وجدانی هستن، مثلا کسانی مأمور هستن، اداره میکنن، رعایت میکنن، یک ترتیباتی را در مثلا جامعه ما نظاره میکنن که جامعه تنج آباد باشه. امروز شکرانه ما جامعه تنج آباد داریم. همین وقت استفاده برای بیشتر آموزش کنی، یاد گیری که چطور شما صاحب معنی سر خود شدید. این قسمی یکمی مشق‌های روانی تاجیکی که ما امروز با شما پیشنهاد کردیم. فردا خدا خواهد قسم دویمش میشه.